هموطنان عزیز، همه شما خرد و بزرگ مردم شریف تاجیکستان، هموطنان برون مرزی و مردمان کشورهای حوزه تمدن نوروز را به مناسبت فرارسی سال نو اجدادی نوروز بین المللی صمیمانه تبریک میگویم. نوروز یکی از قدیمترین جشن‌های بشر، آغاز سال نو، ایامی از سردی به گرمی برآمدن، احیای دیگرباره طبیعت و تمام موجودات و نباتات آن می باشد. مردمان کهن بنیاد آریایی تبار غیر از نوروز آیین و جشن‌های دیگری باستانی از جمله سده، تیرگان و مرگان را نیز تجلیل می کنند، ولی نوروز در میان آنها شکوه و جلال خاصه دارد. گذشتگان نیکنام و خیرتمند ما این جشن را با وجود مشکلات و مانع‌های زیاد در طول بیش از 6000 سال حفظ کرده تا زمان ما رسانیدند. این جشن فرخنده طی 1000 سالها به میراث گرانبهای فرهنگ مردمی و جزء جدای ناپذیری هویت و افتخار ملی ما تبدیل یافته است. همزمان با این فرهنگ پرارزش نوروزی تدریجاً همچون عامل مهمی صلح و آرامی، همزیستی فرهنگ و تمدن‌ها و قلمروهای گوناگون اعتراف گردیده است. قابل ذکر است که هرچند برابر شوی شب و روز در یک سال 2 مراتبه رخ می دهد، اما نوروز همچون پدیده نادری طبیعی احیای طبیعت و موجودات عالم را در فصل بهار، یعنی نشانه های زندگی نو را در خود تجسم می کند. و همین سبب نیاگان خردمند ما محض همین روز، یعنی اعتدال بهاری را آغاز سال نو خورشیدی قرار دادند و آن را با کلمه زیبای تاجیکی نوروز نام نهادند. نام این جشن در طول 1000 سالها دیگر نشده است و با همین نام منطقی و زیبا تا زمان ما زنده مانده است. امروز مردمان کشورهای گوناگون همدیگر را با زبان شیرین و زیبای تاجیکی نوروز مبارک شادباش میگویند. تاریخاً تاجیکی بودن نام نوروز گواهی روشن آن است که این آیین مبارک با تاریخ بیش از 6000 ساله خود از محیط زیست نیاگان آریایی تبار ما برخاسته است. بنابراین ما وارثان اصلی این جشن زیبا را ضرور است که با بنیاد مرکزی بین المللی نوروز در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه با ارزش و سنت‌های آن ارج گذاریم، آنها را حفظ کنیم و گسترش دهیم، زیرا
حفظ این جشن پیش از همه پاسداری و نگهداری یکی از شاه ستونهای هویت و خودشناسی ملی ما می باشد. واقعا باید گفت که ما در کشور خود دو جشن مقدس و بزرگ داریم که یکی جشن استقلال و آزادی وطن محبوبمان و دیگر نوروز، آیین باستانی از اجداد آریایی ما به میراث مانده می باشد و می توان گفت که این دو پدیده دو بال پرواز ما در مسیر تاریخ به شمار می روند. در رابطه با این می خواهم خاطر نشان نمایم که جشن نوروز امساله همچون عامل مهمی خودشناسی و خودآگاهی ما تاجیکان اهمیت خاصه پیدا می کند. چون که سال 2026 را ما سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان کرده ایم. هموطنان عزیز، نوروز نه تنها جشن احیای طبیعت و زمان برابرشوی شب و روز است، بلکه جشن مرد دیخان و آغاز موسم کارهای کشاورزی و باغداری به حساب می رود. به این خاطر کشاورزان و همه آنهایی که با زمین سر و کار دارند، از جمله شخصانی که صاحب زمین‌های پرزیدنتی و نزد حولگی می باشند، باید از هر یک روز مساعد فصل بهار استفاده برند. ما باید برای به دست آوردن حاصل فراوان، یعنی زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی، تامین نمودن بازار استعمالی، باز هم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم و حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت هرچی بیشتر سعی و کوشش نماییم. هموطنان عزیز ما خوب می‌دانند که وضع جهانی معاصر روز به روز مرکب و حساس گردیده. دسترسی اهالی سیاره به مواد غذایی تا رفت دشوار شده ایستاده است. بنابراین ما باید از تمام ذخیره و امکانیت هایی که در اختیار داریم، از جمله از هر یک وجب زمین و آب ثمرناک و عاقلانه استفاده نماییم. ما امسال نوروز را به شکرانه صلح و آرامی، ثبات کامل سیاسی و در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی امان 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان پیشاز میگیریم. اعتماد کامل دارم که مردم سربلند تاجیکستان کار و فعالیت بنیادکاری و سازنده خود را به خاطر استقبال سزاوار این جشن مقدس ملی وسعت تازه می بخشند. بنابراین ما باید این نعمت مقدس و بی‌بها، یعنی استقلال و آزادی را همچون گهورک چشم حفظ کنیم
و شکرانه کنیم که ما تاجیکان صاحب دولت، صاحب استقلال هستیم. نوروز جشن است که با احیا و سرسبز گردیدن طبیعت و خاندان مردم کشور سرور و شادمانی می آورد و آدمان را در برابر ظاهری آراسته و پاکسازی باطن و از قلبها بیرون کردن کینه و عداوت تشویق و هدایت می کند. نوروز فرخنده پای همچنین تلقین می کند که ما به تازگی و آزادگی و آبادی گرد و اطراف، یعنی محیط زیست خود اهمیت خاص دهیم. یعنی در بر کردن لباس های ملی و خانه و محل زیست خود را تازه و آزاده نگاه داشتن از آیین‌های بسیار مهم این جشن محسوب می‌یابد. از این لحاظ مردم ما با استقبال نوروز خانه و کاشانه خود را آزاده و آراسته می‌گردانند. قلب‌های خویش را از کینه و کدرت پاک می‌سازند و این جشن یعنی سرشوی سال را با دست و دل و نیت نیک با امید آرامی و آسایش و فیض و برکت تجلیل میکنند. این است که آیین و سنت های و محفل و بزهای نوروزی مردم را سرجم و متحد می سازند. وابسته به این خاطر نشان می سازم که ما باید با زبان، تاریخ و فرهنگ باستانی خود رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های بای و رنگارنگ ملی خود از جمله سر و لباس و طعام‌های ملی امان افتخار نماییم. آنها را حفظ کنیم و گسترش دهیم. هموطنان عزیز ما همچنین نباید فراموش سازند که دست کمک دراز کردن به نیازمندان، خرسند کردن دل یتیمان، خبر گرفتن از حال پدر و مادران، برادران و خواهران، بیماران و کلانسالان و دیگر عملهای خیری که باعث خوشحالی و بالید خاطری انسان ها می گردند، یکی از جنبه های عمده جشن نوروز می باشد. باور دارم که ما با وحدت و سرجمی و زحمت اهلانه مردممان به همه هدفهای استراتژیکی که در نزد خود گذاشتیم میرسیم و نوروز باستانی با قدمهای مبارک خود و هر یک خاندان مملکت شادی و خوشحالی و برار و کامیابی می آورد. در شرایط بسیار حساس و پرحوادث جهانی امروزه ما به شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی و صاحب استقلالی باید باز هم متحد و سرجم و با صبر و تحمل باشیم. وطن عزیز خود را صدقاً دوست داریم. با تاریخ، زبان، فرهنگ و دیگر ارزش‌های ملی امان ارج داریم.
با اعتماد کامل به فردای آباد تاجیکستان محبوبمان بار دیگر فرارسی سال نو اجدادی نوروز بین المللی را به خرد و بزرگ مردم کشور، هموطنان برون مرزی و مردمان کشورهای حوزه تمدن نوروز صمیمانه شادباش میگویم. به خاندان هر یک فرد مملکت سلامتی و سربلندی، خوشبختی و سعادت روزگار و فیض و برکت نوروزی آرزو می نمایم. سال نو اجدادی و نوروز بین المللی مبارک باشد هموطنان عزیز.